لک‌های پوستی صورت که به عنوان ملاسما یا هیپرپیگمنتاسیون نیز شناخته می‌شوند، می‌توانند به دلایل مختلفی ایجاد شوند. درک این علل می‌تواند به شما در پیشگیری و درمان این لک‌ها کمک کند. در اینجا به برخی از شایع‌ترین علل لکه پوستی صورت اشاره می‌کنیم. 1. قرار گرفتن در معرض نور خورشید. نور خورشید مهمترین عامل ایجاد لکه صورت است. اشعه ماورای بنفش خورشید باعث تحریک سلول‌های تولید کننده رنگدانه، ملانوسیت‌ها می‌شود و می‌تواند منجر به تولید بیش از حد ملانین و ایجاد لک شود. آفتاب سوختگی‌های مکرر و شدید می‌توانند باعث ایجاد لک‌های دائمی روی پوست شوند. 2. تغییرات هورمونی. بارداری. تغییرات هورمونی در دوران بارداری می‌تواند منجر به ایجاد لک‌های تیره روی صورت شود که به ماسک بارداری یا ملاسما معروف است. مصرف قرص‌های ضد بارداری. برخی از قرص‌های ضد بارداری می‌توانند باعث افزایش حساسیت پوست به نور خورشید و ایجاد لک شوند. یائسگی. تغییرات هورمونی در دوران یائسگی نیز می‌تواند باعث ایجاد لک‌های پوستی شود. 3. عوامل ژنتیکی. وراثت. استعداد ژنتیکی می‌تواند در ایجاد لک‌های پوستی نقش داشته باشد. اگر در خانواده‌تان سابقه لک صورت وجود دارد، احتمال ایجاد آن در شما نیز بیشتر است. 4. التهاب پوست. آکنه. جوش آکنه می‌توانند پس از بهبود لک‌های تیره یا قرمز روی پوست باقی بگذارند. جراحات پوستی. هر نوع آسیب به پوست مانند بریدگی، سوختگی یا زخم می‌تواند منجر به ایجاد لک شود. بیماری‌های پوستی. برخی بیماری‌های پوستی مانند اگزما و پسوریازیس می‌توانند باعث ایجاد لک شوند. 5. داروها. برخی داروها مانند داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDs، آنتیبیوتیک‌ها و داروهای هورمونی می‌توانند باعث افزایش حساسیت پوست به نور خورشید و ایجاد لک شوند. 6. سایر عوامل. سن. با افزایش سن، تولید ملانین در پوست بیشتر می‌شود و احتمال ایجاد لک‌های پیری افزایش می‌یابد. تغذیه. کمبود برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی می‌تواند در ایجاد لک‌های پوستی نقش داشته باشد. استرس نیز می‌تواند باعث تشدید برخی مشکلات پوستی و ایجاد لک شود. نکاتی برای پیشگیری از لکه صورت. استفاده از کرم ضد آفتاب. هر روز از کرم ضد آفتاب با SPF 30 یا بالاتر استفاده کنید، حتی در روزهای ابری. اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور خورشید. از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور مستقیم خورشید، به ویژه در ساعات اوج تابش، خودداری کنید. استفاده از کلاه و عینک آفتابی. برای محافظت از پوست صورت در برابر نور خورشید، از کلاه و عینک آفتابی استفاده کنید. مراقبت از پوست خود را به طور منظم تمیز و مرطوب کنید. تغذیه سالم. از یک رژیم غذایی سالم و متعادل پیروی کنید و به اندازه کافی آب بنوشید. کنترل استرس. سعی کنید استرس خود را با روش‌های مختلف مانند ورزش، مدیتیشن و یوگا کنترل کنید. درمان لک صورت به علت ایجاد آن بستگی دارد. برخی از روش‌های درمانی عبارتند از کرم‌های روشن کننده پوست. این کرم‌ها حاوی موادی مانند هیدروکینون، آربوتین و اسید کوجیک هستند که می‌توانند به کاهش تولید ملانین و روشن شدن لک‌ها کمک کنند. لایه‌برداری شیمیایی می‌تواند به حذف سلول‌های مرده پوست و بهبود ظاهر لک‌ها کمک کند. لیزر درمانی می‌تواند به طور مؤثری لک‌های تیره را از بین ببرد. میکرونیدلینگ می‌تواند به تحریک تولید کلاژن و بهبود ظاهر لک‌ها کمک کند. مهم: خوددرمانی نکنید. برای تشخیص علت لکه صورت و انتخاب روش درمان مناسب، حتما به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید. صبور باشید. درمان لکه صورت زمان می‌برد و نیاز به صبر و پیگیری دارد. امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد. در صورت وجود هر گونه سوال دیگر، لطفاً مطرح کنید.